تو این ویدیو قراره راجع به اشکال هندسی صحبت کنم. دیگه با اشکال ساده که آشنایید، دایره، مربع، مثلث اصل تشکیل تمام اشکال هندسی هستن که شما میتونید توی طبیعت، توی دنیا پیدا بکنید. اینا اگه یه خورده شکلشون تغییر بکنه میتونن چیزای جدیدی رو بسازن. مثلا دایره بیضی رو میسازه، مربع مستطیل رو میسازه، مثلث حالا مدلای شکلای مختلفی پیدا میکنه. و اهمیت کشیدن اینها تو طراحی به خاطر اینه که شما هر چیزی که دور و براتون پیدا میکنید رو میتونید با اشکال هندسی ساده بکنید، چه سه بعدی باشه چه دو بعدی. اشکال دو بعدی رو که یاد گرفتید توی مدرسه، کار ما الان اینه که این اشکال رو به اشکال سه بعدی تبدیل کنیم و توی محیط سه بعدی تمرینشون کنیم. بعد میریم رو بحث پرسپکتیو که احتمالاً ویدیو بعدیتون بشه، بهتره که اونم یاد بگیرید. برای تبدیل اشکال هندسی دو بعدی به سه بعدی اهمیت درس قبلیمون یعنی خطوط توی این بخش مشخص میشه، چون شما نباید شکل رو که میکشید این حالت پیدا کنه، نباید اینجوری بشه، نباید دایره‌تون هی حالت به قول اساتید پشمی بگیره، پشمالو نباید بشه. باید که بتونید توی یه حرکت یه دایره بکشید، حالا خطوط اضافه نباید داشته باشه یا هر چی، یه دایره تقریبا دایره طور، یعنی طرف دیگه مشخص بشه که این دایره است. اینو باید بتونید در بیارید با یه خط. الان اگه دستتون تو کشیدن این چیزا تند بشه، یعنی توی یه حرکت برای من مثلث بکشید، توی یه حرکت برای من مربع بکشید، اینا خیلی اثر داره روی طرحتون. درسته یه موقع‌هایی حالا برای طراحی اون طراحی سیاه قلم اوکیه که از یه خطوط چند بار کشیده شده استفاده کنید، اونم چند بار نه، هم دو بار بسته و باید هم سعی کنید که روی هم بیاد خطوط، یعنی اینجوری نشه یه خط که می‌کشی خط بعدی هم رو اون بکشی و یه خط صاف بشه که این ارزش خطی به وجود میاد. اینا اوکیه، ولی برای کل مبحث شکل هندسی چیزی که من ازتون میخوام اینه که خطوطتون رو یه بار بکشید و دیگه دست از سرش بردارید، کاملا رهاش کنید. اگه بد شد پاکش کنید، نمیدونم جرش بدید، هر کاری میکنید بکنید، فقط دست از سر این خط بردارید و هیچ به هیچ عنوان نه دوباره روش بکشید، نه اینجوری تیکه تیکه بکنیدش، نه هیچی، یه خط صاف و ادامه. همین سادگی. این چیزی که الان ازتون میخوام که تمرین کنید برای اشکال هندسی ساده. تو بخش سه بعدی شکل رو که ما میخوایم سه بعدی بکنیم، برای دایره رو آخر میگم، برای مثلا مربع و انواع مستطیل کاری که ما انجام میدیم، میایم و یه مربع دیگه دقیقاً شبیه به همون اندازه و شبیه به همون پشتش میکشیم. نکنید تقریبا هر جا بیارید، مثلا این اگه ببرید اینجا بکشید طولش بیشتر میشه، یا بیارید جلوش بکشید یه حالت دیگه پیدا میکنه. ولی خب الان ما تمرینمون ساده تره. میایم و چیکار میکنید؟ میاد یه مستطیل که پشتش هم یه دونه دیگه میکشید، بعد گوشه های این رو با یه خط صاف به هم متصل میکنید. اینجوری ما الان یه مکعب مستطیل داریم، مربع نشد، پیشم مستطیل. این برای مثلث ها اشکال سه بعدیشون اینجوریه که یه هرم تشکیل میده اگه قاعدش به شکل مربع باشه. یعنی چجوری؟ یعنی یه مربع اینجا بکش، یه نقطه بذاریم بالا، حالا تمام این گوشه ها رو به این نقطه متصل کن. خطم بد شد، پاکش میکنم. تمام این گوشه ها رو وقتی به این نقطه وصل میکنی یه حالت مستطیل به وجود میاد، یه حالت هرم به وجود میاد. کلا میخواید هرم بکشید، یه مربعی مستطیلی چیزی میکشید، نقطه‌شو هر جا بذارید این نوک هرم اونجا قرار میگیره. مثلا من این قسمت میذارم، اینا الان یه هرم اینجوری داریم. خط اضافه‌ش هم پاک میکنید که مشخص بشه یه شکل سه بعدیه. همین قاعده رو اگه عوض کنیم، به جای مربع مستطیل دایره بذاریم و یه نقطه بذاریم اینجا و خطوط رو متصل کنیم به این قسمت‌های محیط بیرونی. یه قطر برای دایره میکشید، یه قطر برای دایره میکشید، یه نقطه مشخص میکنید، دو سر قطر رو به اون نقطه وصل میکنید. اینجا یه مخروط به وجود میاد، خطوط اضافه هم پاک میشن. حالا ما یه مخروط داریم که اینم یه شکل سه بعدی هستش. حالا یه خورده ناجالب شد، ما مرتبش میکنیم. اینم همچنین
به اینم میگن مخروط. هرم مخروط مکعب. اگرم به قولی قاعدش به شکل مثلث باشه و یه نقطه اینجا بذارید، اینا رو به هم وصل کنید، نمیدونم چی میشه ولی یه چیزی میشه. یه هرم سه وجه شاید بهش بگن، نمیدونم اسمش چیه، ولی همچین شکلی دیگه به دست میاد. اینم شاید به دردتون بخوره. حالا توی اشکال هندسی که میکشید، خصوصا مکعب، نکته‌ای که باید حتما دقت بکنید بهش اینه که خطوط روبروی هم هر دو با هم موازی هستند. یعنی چی؟ خطوط این قسمت این وجه با این وجه موازیه، این قسمت با این قسمت موازیه، این قسمت با این قسمت و این قسمت و هر چیزی روبروی هم پیدا کنی این قسمت با روبرویش موازیه. یعنی شما نمیتونی یه چیز اینجوری بکشی بعد بگی بهش مکعب. الان این با چی موازیه، اون یکی با چی موازیه، خیلی شکل بدی میشه. ما الان داریم اشکال منظم رو منظم که نمیگن، اشکال بیستار رو تمرین میکنیم. برای اشکال دموده و از ریخ افتاده یه بحث دیگه هست که باید اونو بعداً باز کنم. فعلا اینا رو تمرین کنید. ای بابا. برای کره دایره بیسشه و 2 نقطه از قطر رو انتخاب میکنید، هلالی شکل، هلال های موازی با هم دیگه میکشید و ادامه میدید، مثل حالت توپ های بازی اگه یادتون باشه. 2 قطر از این طرف هم دوباره پیدا میکنید، هلالش رو میکشید و بدین صورت شما یک عدد چی دارید؟ یک عدد اسمش یادم نیست، همین الان گفتم، یک عدد کره که هر مدل که بخواید میتونید اینجوری سایه بزنید بهش. بدین صورت همین دیگه. نمیدونم اشکال دیگه هم داریم، مثلا اسم چی بود؟ استوانه. دو تا بیزی رو موازی با هم شکل هم اندازه هم دیدم، هم شکل و هم اندازه و موازی با هم قرار میدیم، 2 تا سر قطرش رو به هم وصل میکنیم، این میشه یه استوانه. نمیدونم میخواد مثلث باشه، من فکر کنم استوانه است، نمیدونم چیه. اگرم وجهش مربع باشه که همون مکعب مستطیل خودمون رو تشکیل میده و چیز جدیدی نیست. یادتون باشه حتما وقتی میکشید یه خطوط اضافه داخلش رو پاک کنید که برای خودتون هم ملموس‌تر باشه این شکل چیه، چه شکلی سه‌بعدی مثلا. آره دیگه مکعب زیاد تمرین کنید. همونطور که گفتم 2 تا مستطیل یا هر چی موازی با هم، یعنی خط بالا با این موازی باشه. مثلا اینجوری نکشید، اونجوری یه چیز زشتی میشه مثلا. اینجوری نکنید. قشنگ این با این موازی باشه، این با این موازی باشه، این با این، تمام بچه‌اش با هم موازی باشن. بعدم خطوط روبروی هم رو هم بس کنید. مثلا سادگی مکعب به دست میاد دیگه. بعد زیاد سخت نگیرید. همین که اینا موازی باشه، خطوطتون رو یه بار انجام بدید. برای من کافیه. من دیدید اینجا یک اضافه اومد. اینم یه مدل مکعب کشیدن بود. یه دونه میکشی، یه خط اینجا میکشی موازیش، اینجا هم یه خط میکشی موازی این خط، یه خط اینجا میکشی هم اندازه و موازی این. میتونی اینجا در بیاری. من پیشنهاد اینه که اول اندازه اینو موازی باهاش یه خط بکشی، بعد اینو بهش وصل کنی. یکی از اشتباهات رایجی که میبینم مثلا بقیه انجام میدن مکعب کشیدن اینه که اینو میکشن، بچه اینو میکشن، بعد میارن اینجا این خط اومده اینجا، اینو این وصل میکنن، بعد اصلا مکعب نیست. یه چیز بدیه. زشت اصلا اینجوری نکشید. این خطا باید موازی این باشه. بعد حالا این پرسپکتیوشون رو بهتون آموزش میدم. فعلا اینو تمرین کنید. بعد پرسپکتیو میریم سراغ سایه زدن، چون یه بخش مهمی از کار ما اینه که شما بتونید اشکال سه‌بعدی رو سایه بزنید و اینجوری باعث میشه که براتون بیشتر جا بیفته. پس بعدا همین رو تمرین کنید. تمرینتون هم همینه. 10 تا برام مکعب بکشید، 10 تا هرم، 10 تا مخروط، اینا رو هم تمرین کنید. 10 تا مثلا هر کدوم بکشید اوکی، این سه تا وجهش رو برام بکشید. میتونید مثلا اینجوری بکشید، 2 تا مثلث بکشید و هم وصلش کنید. شبیه چادر شد. خیلی خوبه. مثلا چی بود؟ کره. 10 تا کره برام بکشید، خطوطش هم اینجوری معلوم کنید. اینجوری نمیشه که مثلا یه کره کشیدی، خط وسطش هم کشیدی، میای اینو اینجوری میکشی، اینو مثلا اینجوری، اینو اینجوری. نه. دونه دونه اینه بچه خوب. یه خط میکشی، یه دونه اینور، یه دونه اینور. موازی باهاش، موازی که نمیشه گفت. قرینه باهاش. یعنی فاصله اینجا برابر باشه. خط دوم میکشی دوباره همین موضوع. و برعکسش هم با همون تریک انجام میدید. نیم دایره که آسونه. نیم کره چجوری میکشیش؟ نیم کره این قسمت دایرهش میمونه که وجهش نه آره دیگه نمیدونم هرچی این میمونه و یه قسمت زیری، یعنی قسمت بالایی کامل پاک میشه.
پس چجوری شد؟ بخوای 2 ساعت اینو نکشی یه بیزی میکشی، اینو یه نیم دایره‌اش می‌کنی. به همین سادگی. دیگه کلا شکل زیاد هست، خیلی شکل‌های مختلف تغییر یافته همین اشکال زیاد هست. اینا بیسش بود. فعلا همینا رو تمرین کنید. خط برای من بفرستید. خط برای من بفرستید. ولی میخوام ازتون اینو تمرین کنید. خط اوکی تمرین کنید. برای خط یه لول آپتون میخوام بکنید. خطی که میکشید، یه دونه خط اینجوری میکشید، بعدی رو میاید نصفه میکشید، از رو همون خط یه خط دیگه میکشید. یعنی نمیدونم حالت اینجوری و اینجوری پیدا نکنه، همون خط رو ادامه میدید. انگار که یه خطه. یعنی من متوجه بشم که این 2 خطه، نباید متوجهش بشم. شما باید ماهرانه انجامش بدید که مثلا اینو ببینید از بیرون، نه اینجوری بشه. باز دیدم. یا چه حالتی هم. یاد من. اینا تمرین خط جدیدتون. چیز خاصی نیست. دایره تمرین بکنید، مربع و مثلث. این سه بودیارم که گفتم، همین دیگه تمام.